میگیره. شاید در نگاه اول شما ببینید که یک تقلیدی از آثار کلاسیک شعر شهریار. راستش من میخوام بگم تقلید موفق کردن هم کار هر کسی نیست. مثلا ما از نظامی مقلدان زیادی داریم، خیلی آدم‌هایی هم که اسمشون شاید هیچ وقت به گوش هیچ کس هم نخورده. خب اون مقلدیه که نتونسته از پس ماجرا بر بیاد. یا حتی حافظ، خیلی ها میگن که اگه قبلش سعدی نبود، بین ادبیات فارسی ها این حرف هست که اگه قبلش سعدی نبود، اگه خواجوی کرمانی نبود، اگه هلالی جغتایی نبود یا مثلا ایکس و موارد دیگه، حافظ نمیشد. خب همین که شما یک اسباب و وسایلی رو بگیرید، یه ابزاری رو، یک ملاتی رو بگیرید از گذشتگان و بتونید اینو تا چه سطحی پرورش بدید، این کار هر کسی نیست. هر کسی نمیتونست حافظ بشه و هر کسی هم نمیتونه استاد شهریار بشه. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ الان شما موسیقی رو از نظر موسیقی درونی بخواید بررسی کنید، چون ما متخصصین ادبیات فارسی موسیقی رو از چند زاویه بررسی، موسیقی درونی، موسیقی بیرونی، موسیقی میانی. الان این موسیقی بیرونی که شعری که فرمودن داره، چرا یعنی تا پایان شعر این ردیف چرا رو آورده. این موسیقی وقتی شما برای یک مخاطب میخونید با خودش میگه که چقدر چرایی در درون شاعر بوده که میگه چرا حالا چرا، و این چرایی تا پایان شعر هست. این موسیقی بیرونی ما شاید فکر کنیم این موسیقی فقط داره موسیقی شعر رو زیاد میکنه، ولی داره معنای شعر رو هم کامل میکنه.